سلام، میلاد روی هستم. در این ویدیو قصد دارم که شما رو با یه ابزار خفنه وب اسکرپینگ آشنا کنم. ابزاری که بهش اشاره میکنم یه افزونه کروم هست به نام دیتا ماینر. برای آموزش من یه وبسایتی انتخاب کردم که هم خودم روش میتونم بهتون بهتر آموزش بدم و هم شاید برای خیلی از شرکت ها مهم باشه. اون وبسایت هم علی بابا هست. من اومدم داخل علی بابا یه چیز سرچ کردم، مثلا سرچ کردم پیستاشیو یا مثلا همون پسته خودمون. نتایج رو هم همینطور که میبینید برام آورده. الان فرض کنید که شما نیاز داری که توضیحات اون بالا یا همون عنوان محصول رو، قیمت، حداقل سفارش و لینک محصول رو برای همه محصولاتی که اینجا دارید میبینید رو استخراج کنید. منظورم فقط محصولات این صفحه هم نیست، محصولات تمامی صفحات. اولین قدم لازمه که دیتا ماینر رو نصب کنید. برای همین داخل گوگل بنویسید دیتا ماینر اکستنشن فور کروم. وارد لینک دوم بشید. علامت توی صفحه مانیتور من لینک دومه و این افزونه رو به کروم خودتون اضافه کنید. البته بگم اسم این افزونه رو داخل این لینک که میشید نوشته دیتا اسکرپر، ولی وقتی نصبش میکنید مینویسه دیتا ماینر. پس این دوتا با هم فرقی ندارند. برمیگردم به علی بابا، روی افزونه کلیک میکنم. نکته این که اینجا هست، اگه دیدید که داره میگه که ارتباط با سرور ندارم یا کانکشن فیل میده، فیلتر شکن رو روشن کنید. اگه هم ازتون خواست که لاگین بکنید، این کار رو انجام بدید و بعد دوباره به علی بابا برگردید و روی افزونه کلیک کنید. خب روی دکمه اسکرپ دیس پیج کلیک میکنم. در پنجره‌ای که باز میشه از قسمت نیو رسیپی روی دکمه نیو رسیپی کلیک میکنم. در اینجا ما باید چند تا مرحله رو طی بکنیم که طی این مراحل به دیتا ماینر میفهمونیم که این صفحه رو چطور باید استخراج کنه و ما چی از این صفحه میخوایم. در این پنجره بریم به تب دوم، یعنی تایپ. این تب میگه که صفحه‌ای که میخوای اسکرپ کنی چه نوعی هست. آیا یه جور لیسته که آیتم های مختلفی داخلشه یا یه جور صفحه مثل پروفایله. من همین لیست رو انتخاب میکنم چون سایت علی بابا که من میخوام اسکرپ کنم در حقیقت لیست یه سری محصوله. بریم تب بعدی، یعنی پیج. اینجا براش مشخص میکنیم که قبل یا بعد از اسکرپ چی کار کنه. مثلا شاید لازم باشه که حالا قبل از اسکرپ یه دکمه ای بزنه یا یه کار دیگه ای بکنه. البته بگم این مرحله اختیاریه و الان بهش نیازی نداریم. بریم تب بعد، یعنی روز. اینجا باید سطرهایی که میخوایم استخراج بشه رو مشخص بکنیم. مشخص کردن سطر یعنی کل اون قسمتی که داده های مورد نیاز ما داخلش هست رو بیایم انتخاب بکنیم. الان داده های مورد نیاز ما جدا جدا داخل این ردیف ها هستن، پس باید این ردیف ها رو بیایم مشخص بکنیم. سطر رو با ستون اشتباه نگیرید. مثلا فیلد قیمتی که قرار استخراج بکنیم یه ستونه، نه سطر. سطر اون قسمتی است که شامل تمامی ستون های ما میشه. خب روی دکمه ایزی رو فایندر کلیک میکنم. اینجا اول باید اولین ردیفی که میخوایم استخراج کنیم رو با موس مشخص بکنیم و بعد کلید یک رو بزنیم. بعد هم بیایم دومین ردیف رو با موس مشخص کنیم و کلید دو رو بزنیم. این کار به دیتا ماینر کمک میکنه تا ردیف هایی که باید استخراج شن رو شناسایی کنه. خب من موس رو تکون دادم، ردیفم که کامل انتخاب شد یعنی هایلایت شد، کلید یک رو میزنم. خب دقیقاً میام همین کارو برای ردیف دوم هم انجام میدم، یعنی میام با موس اول کل ردیف رو انتخاب میکنم، تا انتخاب شد کلید دو رو میزنم. اگه مراحل درست رفته باشی دیتا ماینر خودش اومده ردیفای شما رو دیگه تشخیص داده و حالا اومده دورشون رو یه کادری کشیده. خب روی آیکون دیتا ماینر روی تسک بار کلیک میکنم که دوباره بیاد بالا. همینطور که اینجا میبینید نوشته 47 از سطرهای منو فهمیده و میدونه که حالا منظور من از ردیف یا سطر چیه. روی دکمه کانفرم کلیک میکنم و میرم سراغ تب بعدی. در تب کلز باید ستون هامون رو برای دیتا ماینر مشخص کنیم. برای این کار میام روی نیو کالم کلیک میکنم. همونطور که گفتم یکی از مواردی که قصد داریم از سایت علی بابا استخراجش کنیم توضیحات بالای محصول یا نام اون محصول هست. خب شما وقتی روی نیو کالم کلیک میکنید اولین چیزی که لازمه براش انتخاب کنید یه اسم برای اون ستونه. من اسم این ستون رو نیم قرار میدم. خب من الان روی گزینه ایزی کالم فایندر کلیک میکنم. الان لازمه که یکی از اون توضیحات یا عنوان بالای محصول رو با موس خودم انتخاب بکنم و بعد از روی کیبورد کلید سی رو بزنم. الان اگر تسک بار روی آیکون دیتا ماینر کلیک بکنم
و اینجا هم روی دکمه کانفرم کلیک بکنم میبینید که خودش اومده تمامی عناوین محصولات من رو توی کادر با حاشیه آبی رنگ، بوردر آبی رنگ قرار داده. این یعنی متوجه شده که منظور من از این ستون چیه. من برای هر کدوم از ستون‌های قیمت و مینیمم اوردر هم دقیقاً باید یه همچین کاری انجام بدم، یعنی دقیقاً باید همین فرآیند طی بکنم و یه دونه بیام اون ستون‌ها رو برای دیتا ماینر مشخص بکنم. خب اگه یادتون باشه اول ویدیو گفتیم که میخوایم URL یا لینک هر محصول رو هم استخراج بکنیم. حالا این لینک هر محصول کجاست؟ همون ستون اولمون بود، عنوان یا همون توضیحاتمون بالای محصول که استخراجش کردیم. اگه شما روش کلیک بکنید میرید داخل صفحه هر محصول. پس لازمه که یه بار دیگه اون عنوان رو استخراج بکنیم، ولی این بار به جای متنش لینک رو از داخلش استخراج کنیم. خب پس من یه دونه کالم جدید ایجاد میکنم، یه اسمی براش میذارم، مثلا اسمش رو میذارم لینک و از قسمت ادوانس سیتینگ اون کالم گزینه اکسترکت رو از تکست به URL تغییر میدم و با استفاده از همون گزینه ایزی کالم فایندر میام و عنوان رو انتخاب میکنم. این کار باعث میشه که دیگه الان نیاد متن یا تکست اون عنوان رو انتخاب بکنه، URL اون عنوان رو استخراج کنه. در تب بعدی یعنی تب NAV یا نویگیشن، اگه داده های شما مثل همین جا در چند صفحه باشه، اینجا میتونید دکمه صفحه بعد رو به دیتا ماینر بدید. یعنی برای دیتا ماینر یه دکمه مشخص کنید که وقتی اسکرپ این صفحه رو تموم کرد اون دکمه رو بزنه و بره صفحه بعد. خب روی دکمه Easy NAV Finder کلیک میکنم. دقیقا مثل کاری که برای ردیف ها و ستون ها کردم، اینجا هم لازمه برای دکمه صفحه بعد انجام بدم. یعنی برم اون دکمه رو پیدا بکنم و با موس انتخابش بکنم و بعد کلید N رو بزنم. در تب JS هم میتونید که اگه نیاز دارید جاوا اسکریپت خودتون رو اضافه بکنید، فعلا بهش نیازی نداریم. در تب سیو هم کافیه برای رسیپی خودتون یه دونه اسمی بذارید و اون رو سیوش بکنید. زمانی که رسیپی من رو سیو کرد من دیگه میتونم این پنجره رو ببندم. خب دوباره روی آیکون دیتا ماینر داخل کروم کلیک میکنم و از تب مای رسیپی روی رسیپی خودم موس رو نگه میدارم و دکمه سمت راست رو روش کلیک میکنم. خب اولین چیزی که مشهوده در قسمت سمت راست یه پریویو از دیتایی که قراره اکسترکت بشه رو داره به ما نمایش میده. خب شما اگه داده هاتون برخلاف چیزی که اینجا هست یک صفحه‌ایه، همین گزینه نیو اسکرپ رو انتخاب بکنید، ولی اگه چند صفحه دیتا دارید لازمه که next page automation رو انتخاب بکنید. این پایین لازمه تعداد صفحاتی که لازم دارید اسکرپ بشه رو انتخاب بکنید و در پایان هم روی گزینه اسکرپ کلیک بکنید. منتظر میمونیم تا اسکرپ انجام بشه. فرآیند که تموم شد میتونید روی دکمه دانلود کلیک بکنید تا اون دیتایی که اسکرپ شده رو در فرمتی که دوست دارید دانلود بکنید. من الان روی اکسل فایل کلیک میکنم تا یه فایل اکسل به من تحویل بده. خب فایل خروجی رو باز میکنم. همونطور که دارید میبینید افزونه دیتا ماینر تونست در چند ثانیه 2 صفحه از علی بابا رو برای ما اسکرپ کنه و به ما تحویل بده. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.